سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان در میان 12 کشور زندان ژورنالیستان، ولادیمیر پوتین یک نشست مهمش را بیکار کرد و روحانی ازبک را برای دعوت به شکرانه تنقید کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 15 دکبر است. در یک فهرست ژورنالیستان زندانی، تاجیکستان در میان 12 کشور یاد شده است که بیشتر از همه خبرنگاران را زندانی کرده است. این رویخط را کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک روز 14 دکبر نشر کرد. گزارش نوی این سازمان شمار ژورنالیستان زندانی بر رکورد نو رسید نام دارد و در آن تاجیکستان با بلندترین نشانداد برای پشت پنجره کردن ژورنالیستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای اول قرار گرفته است. تاجیکستان 6 ژورنالیست را پس پنجره کرد و در میان کشورهای آسیای مرکزی از این نظر در جای اول قرار گرفت. نوشته از سازمان: بنا به این گزارش آنها نه در تالار دادگاه بلکه در بازداشتگاه ها و پشت درهای بسته محاکمه شده در پی شکنجه به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. دلیر امام علی عبدالله غربتی، زوقبک سید امینی، الفت خانم محمدشوی و محمدی سلطان خوشروز جمعیف از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را بر رساندن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار نموده به سالهای طولانی روانه زندان کردند. نزدیکان و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام علیه آنها را بافته می‌دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امسال نشست سالانه خبری اش را برگزار نمی‌کند. در این باره دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، خبر داد. همه ساله در ماه دکبر ولادیمیر پوتین با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی سوال و جواب می‌کرد، ولی تا سال نو نشست کلان خبری برگزار نمی‌شود، گفته است دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل. با گفته پسکوف، پرزیدنت روسیه تلاش می‌کند با هر راه با روزنامه‌نگاران در تماس باشد، ولی نگفته است که چگونه. نشست کلان خبری پوتین از سال 2001 به این طرف برگزار می‌شود و تنها یک مرتبه سال 2005 برگزار نشده بود. پیشتر خبرگزاری اربیکا نوشته بود که برگزار شدن و یا نشدن نشست خبری به وضعیت جنگ علیه اوکراین ربط دارد. نیروهای روسیه روز 24 فوریه امسال بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تا حالا ادامه دارد. اکثر کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرده به اوکراین کمک نظامی کردند. روز 14 دکبر در شهر دوشنبه 10مین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه آغاز شد و تا 16 دکبر ادامه می‌کند. مسئولین وزارت فرهنگ گفتند در این نمایشگاه کتاب‌های نوی نویسندگان داخلی و خارجی پیشنهاد می‌شود. این چاره‌بینی در حال برگزار می‌شود که نگرانی‌ها از توجه کم به کتاب و کتابخانه در تاجیکستان زیاد است. همکارم نگاره فضل‌الدین به این نمایشگاه رفته این گزارش را آماده کرد. و این معرفتی انسان رو خیلی بلند می‌بردارد. سپهر رحمانزاده دانشجو است و به کتابخانه میلی زیاد دارد. او به نمایش کتاب با سپارش استادان دانشگاهش آمده است. این جوان توجه کمی همسالانش به کتاب و کتابخانه را به عامل‌های گوناگون ربط می‌دهد. سبب‌های بسیاری هست و یکی از آن سبب‌ها تلفن‌های موبیلی، شبکه‌های اینترنتی هستند که جوانان ما را از بسیارتر از کتابخانه دور کردند. نمایش بین‌المللی کتاب دوشنبه که روز 14 دکبر در تئاتر اپرا و بالت آغاز شد، ده‌ها نشرهای وطنی و خارجی را با هم آورده است. آنها شماره زیادی کتاب‌های بدیعی و علمی و کودکانه را به معرض گذاشتند. در برابر نشریات‌های تاجیکستان، نمایندگان سفارت‌های خارجی از جمله هندوستان، بلاروس، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکیه هم کتاب‌های گوناگون را به نمایش آوردند. اینها کتاب‌های دوست داشته‌شان را می‌جویند. کتاب دردانه‌های نثر که جمعی تمامی شاعران کلاسیک میباشند. باز کتاب مکتب کهنه صدرالدین عینی، الگامبرا که نویسندش ایروینگ واشنگتن میباشد، خیلی کتاب شوق‌آور است. کتاب‌های تازه نشر به نمایش گذاشته شده است، ولی خرید کتاب از سوی ساکنان زیاد به نظر نمی‌رسید. بخشی از کتاب‌ها برای فروش و بخش تنها برای نمایش است. که با کتابایی که توجهشون زیاد بود، مثال دیت که بسیارتر توجه بود، فروختیم یک دو سه کتابی. کتابایی که یک دانه دو دانه است از خرید ما فروخته نمیتونیم، برای که اینجا نمایش است. از کتابایی که بسیارتر آوردگیم
طلب باشد میتیم. توجه بسیار زیاد بود، بله بسیار پرسیدن. مثلا مثنوی معنوی را بسیار توجهشون زیاد بود. 7 اختر در توجه زیاد بود. داستانی راغون با بسیار پرسیدن. عزیز نقیبزاد توجیر و روزنامه‌نگاری توجیک میگوید نسبت به 10 سال پیش توجه به کتاب و کتابخوانی زیاد شده است، مخصوصاً کتاب‌هایی که در جهان مشهور هستند. مردم بیشتر به کتاب‌های اختصاصی و بیزنس رو می‌آورند. با عقیده نقیبزاد یک تمایل حال نگران کننده است. مردم دهات به کتابخوانی کمتر توجه می‌کنند. 15 سال پیش در دوشنبه همگی که فروشگاه کتاب تازی بیشتر از 20-25 فروشگاه کتاب است. یعنی وقتی طلبات نباشد این به وجود نمیاد. اگر که فروشنده کتاب از کتاب فروشی ضرر بیند و هیچ وقت کار نمیکند. نمایش بین‌المللی کتاب دوشنبه باری دهم است که برگزار می شود. همه ساله در این چهاربینی بیش از 50,000 کتاب به معرض تماشا گذاشته می شود. ازبکستان را در نیمه اول ماه دکبر بحران انرژتیکی فرا گرفت. نقطه‌های فروش سوزشواره در این کشور ساعت‌ها از کار ماندند و در نزد آنها نوبت‌پایی‌های طولانی مشاهده می‌شد. سرخطیب شهر تاشکند رحمت الله سیف‌الدینوف در اوج این بحران مردم را به شکرانه و صبر دعوت کرد. او با ذکر اینکه بابایان ما به برق و گاز هم زندگی می‌کردند، از ساکنان ازبکستان خواست که تا کشور را در پیش نظر جهانیان بی‌آبرو نکنند. ترس و واهمه و بی‌ترتیبی و اعتراض‌ها مشکلات را حل نمی‌کند، اظهار داشت روحانی. این دعوت رحمت الله سیف‌الدینوف بحث‌های تند را در میان فعالان جمعیتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان به بار آورد. باز به شکرگزاری، صبر و معرکه گمراهگردانی مردم دعوت دارند تا همه موافق نمونه‌های آنها باشد. این باید فوراً قطع کرده شود، نوشته از روزنامه‌نگار ازبک امید سوریف در شبکه اجتماعی فیسبوک. با گفته روزنامه‌نگار امام ازبک مردم عادی را به غلامی و تسلیم شدن تشویق می‌کند. یک گروه از فعالان بازداشت شده قرقیزستانی در رابطه با پرونده کمپیرآباد مراجعتنامه را به عنوان سازمان‌های حامی حقوق بین‌المللی و جامعه کشوری خود نشر کردند. زیر این مراجعتنامه کلارا سارانقولووا، ریتا کراسارتووا، پریزات سورانووا و آرازایم نرمت و امضا گذاشتند. فعالان گفتند با دلیل تعقیب‌های گسترده سیاسی که پرونده‌های ساخته جنایی ناعدالتی و بی‌قانونی را نسبت به دایره وسیع سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرقیزستان در پی دارد، از 14 دکبر گرسنه‌نشینی اعلان می‌کنند. روز 22 اکتبر امسال در قرقیزستان کمیته حفظ آبانبار کمپیرآباد تأسیس شد. اعضای کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرقیزستان ضد به ازبکستان دادن آبانبار کمپیرآباد برآمد کردند. روز 23 اکتبر در شهر بیشکک بازداشت اعضای کمیته شروع شد و در مجموع 26 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان آنها را به آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی‌ها گمان بر می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 دکبر را فرا می‌گیرد. 15 دکبر سال 1997 در نتیجه افتادن هواپیمای تو 154 شرکت هوایی تاجیکستان که از شهر خوجند به شارجه امارات متحده عربی پرواز میکرد، 85 مسافر و هیئت خلبان‌های آن کشته شدند. تنها یک خادم هواپیما تصادفاً زنده ماند. 10 سال بعد این فاجعه در خلاصه‌های سبب سقوط هواپیما، یک کمیسیون تحقیقاتی امارات متحده عربی گفت هیئت خلبان‌ها قاعده درست فرود آمدن به زمین را رعایت نکرد. این یکی از سنگین‌ترین فاجعه‌های هوایی در تاریخ تاجیکستان دانسته می شود. بر پایه یک تحقیق طبی و دموگرافی که دکبر سال 2015 نشر شد، در تاجیکستان از میان بیشتر از 1 میلیون کودک 300,000 نفرشان کوتاه قد بودند. یک سبب جدی این حالت استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین بوده است. مشکل بینوایی و فقر یک سبب اصلی خوراک کم غذای عائله‌های تاجیک گفته می شود. میانه‌های ماه دکبر سال 2012 از آلمان به تاجیکستان دستگاه‌های تهیه شناسنامه‌های بیومتری وارد شد که برای تهیه پاسپورت‌های پیشرفته شهروندان این کشور به کار برده شد. تجهیزات در 36 مرکز شناسنامه‌دهی سراسر تاجیکستان تقسیم گردید و از سال 2013 در کشور نشر شناسنامه‌های بیومتری شروع شد.
صبح 15 دکبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 158 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1010 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 15 دکبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.